حکایتی که امروز برای شما انتخاب کردم ماجرای دختری است که از ناحیه باسن آسیب می‌بیند ولی اجازه نمی‌دهد کسی درمانش کند تا اینکه حکیمی دانا راه درمان این دختر را پیدا می‌کند. سلام و درود دوستان گلم، به کانال حکایت و مکایت خوش اومدید. در زمانهای قدیم دختری از روی اسب می‌افتد و استخوان لگن باسنش از جایش در می‌رود. پدر دختر هر حکیمی را به نزد دخترش میبرد، دختر خانم اجازه نمیدهد کسی دست به باسن مبارکش بزنند. هرچه به این دختر کله شق میگویند حکیم ها به خاطر شغل و طبابتی که میکنند محرم بیمارانشان هستند، اما این دختر لجباز زیر بار نمی رود. به ناچار دختر هر روز ضعیفتر و ناتوانتر می شود تا اینکه حکیمی باهوش حاضر شد او را درمان کند. حکیم گفت به یک شرط من حاضرم بدون دست زدن به باسن دخترت او را مداوا کنم. پدر دختر با خوشحالی زیاد قبول کرد و گفت شرط شما چیست؟ حکیم گفت برای این کار من احتیاج به یک گاو چاق و فربه دارم. شرط من این است بعد از جا انداختن باسن دخترت گاو متعلق به خودم شود. پدر دختر با جان و دل قبول کرد و با کمک دوستان و آشنایانش چاقترین گاو آن منطقه را به قیمت گرانی خرید و به خانه حکیم برد. حکیم به پدر دختر گفت 2 روز دیگر دخترتان را برای مداوا به خانه‌ام بیاورید. پدر با خوشحالی برای رسیدن به روز موعود دقیقه شماری می‌کرد. از آن طرف حکیم به شاگردانش دستور داد که تا 2 روز هیچ آب و علفی به گاو ندهند. شاگردان تعجب کردند، گفتند گاو به این چاقی ظرف 2 روز از تشنگی و گرسنگی خواهد مرد. اما حکیم تاکید می‌کرد نباید حتی 1 قطره آب به گاو داده شود. اما ببینیم تدبیر حکیم برای درمان دختر چه بود. 2 روز گذشت. گاو از شدت تشنگی و گرسنگی بسیار لاغر و نحیف شده بود. خلاصه پدر دختر با تخت روان دخترش را به نزد حکیم آورد. حکیم به پدر دختر دستور داد دخترش را بر روی گاو سوار کند. همه متعجب شدند، چاری نمی دیدند، باید حرف حکیم را اطاعت کنند. بنابراین دختر را بر روی گاو سوار کردند. حکیم دستور داد که پاهای دختر را از زیر شکم گاو با طناب به هم گره بزنند. همه دستورات مو به مو اجرا شد. حکیم دستور داد برای گاو کاه و علف بیاورند. گاو با حرص و ولع شروع کرد به خوردن علف ها. لحظه به لحظه شکم گاو بزرگ و بزرگتر می شد. حکیم دستور داد که برای گاو آب بیاورند. گاو هر لحظه متورم و متورم می شد و پاهای دختر هر لحظه تنگ و کشیده تر می شد. دختر از درد شروع کرد به جیغ کشیدن. حکیم کمی نمک به آب اضافه کرد و گاو با آتش بسیار آب می نوشید. حالا شکم گاو به حالت اول برگشته که ناگهان صدای جا افتادن باسن دخترک شنیده شد. جمعیت فریاد شادی سر دادند. دختر از درد غش کرد و بیهوش شد. حکیم دستور داد پاهای دختر را باز کنند و بر روی تخت بخوابانند. خلاصه 1 هفته بعد همین دختر مغرور و لجباز و کلکباز و اینا مثل روز اول سوار بر اسب به تاخت مشغول اسب سواری شد و گاو بزرگ متعلق به حکیم شد. آن حکیم ابوعلی سینا بوده است. حکایت امروز ما هم به پایان رسید. امیدوارم لذت برده باشید.